آفرین، مرا از پشتم کار زدی ها؟ بعد با تو گپ بزنم. شرف در اینجا انتظار شم. در اینجا چیکار میکنی؟ من فهمیدم که اوسک در اینجا بوده. شد تو کار دانش من خودم حل میکنم. چطور حل میکنید پدر؟ آنها رو خونه دار میکنید؟ این کارو مگر همین خیلی حل میکنن؟ خانم مفتون آقای ولی التماس شما کاردار نشوید. چرا او را آوردی ها؟ آیله چیست نمیدانی؟ دخترم رفت بجود یک طرف خانم فریده التماس بس درسان. اینجا چه واقع شده؟ دارینه چه واقع شده؟ امینه امینه برو. تو را نمیزنم برو میگویم. سعید برو زودتر. سعید در حیاتت یک بار مرد شو. مردونه بیرون برو. سعید با ما بازی نکن. دخترم رو کشتن. دخترم رو کشتن. گوش کن دختر رو تو پنهان کردی. نه جناب. چرا پنهان میکند؟ آخر او خودش مرا خبر کرد. شما یگان چیز نشنیدید؟ نه جناب. کمی پیشتر در نزدشان بودم. خوراک آوردم استراحت داشتم. خانه رو گرم کن گفتن. زودتر گپ زن بعد چی شد؟ بعد صدای ماشین را شنیده و بیرون بر آمدم. دخترم رو کشتن. کی میدونه که رو به کجا برد؟ از اینجا دور رفتن نمیتواند. ما چرا ایستادیم؟ باید زود از پسش آرویم. رفتیم. کلید رو ده. شرف خوب نمینموی. بهترش من رانم. لازم نیست. به خانه دیگر ندارم. در را محکم کنید. به بچه ها خبر میدهم. آمده از نظر میگذرانند. امیر به همین سراغا رفته مکان را از نظر گذرانید. همه جا را بینید. تمام. اگر اون سیدی لعنتی را یابم. آرام شو یاسین. کو همان سلاح را به من ده. چه سلاح؟ هرچی کمیسر عزیز میگوید اجرا کن. مادر جا من سلاح ندارم. پسرم شما چرا با من رحم نمیکنید؟ سلاحت را ده گفتم. ده. اوف مادر. بچه های دیگر کاری خواستهشان را میکنن. ما باشیم دایم سرگردانیم. آمده خواهرم را دزدی. باز من هیچ کار نکنم ها؟ مگر من گوسفندم؟ من مرد هستم مادر مردم. اینطور باشد مرد بر این رفتار کن. مایلش شد خانه شدید. اما فراموش نکنید که اگر سلاح نداشته باشم دست و پای قوی دارم. من حتما جزای او را میدیم. مرگ آن سگ در دست من است. فهمیدید؟ این کار راهی دیگری حل ندارد. آفرین پسرم آفرین. با فکرم من از دست شما فرزندانم میمیرم.
چی شد؟ چی شد باز؟ باز همینش نمیرسید. چرا چنین میکنی افسون؟ ها؟ چرا او رو حمایه میکنی؟ شرف من او رو حمایه نمیکنم. برای همین مرا خبر ندادی ها؟ اگر من تو رو تعقیب نمیکردم چی گپ میشد؟ در رو محکم کرده آرام به خانه می آمدی. من باشم به عقل ها برای خواب میکردم. مرا در چنین احوال ماندن به تو پسند است؟ شرف تو با من باوری نداری؟ نه افسون، از روزی که آن ابله رو در خانه همون جای کردی باوری هم نمانده است. من تو رو فکر کردم، نخواستم سرت به بلا گرفتار شود. سرم به بلا گرفتار نشود؟ یعنی اگر من چیزی را نشنوم و ندانم همش حل می شود. اگر او دخترم را پاره پاره کرده باشه چی؟ چرا او را به اینجا آورده است؟ این جسارت را از کجا گرفته است؟ شرف خوب هستی؟ خوبم چیزی نیست. ای خدا، خونم در همینجا تمام می شود. نجات یافتم. در اونجا کسی هست؟ سعید، این سعید است مادر. چین زنر اینجا بیا ایسا. یاسین سعید ایسا. یاسین اینجا بیا. من رفته چراغ را بیارم. در اینجا نیست. چی شد؟ امینه در کجاست؟ نیست شرف، نیست. یاسین از پس سعید دویده رفت. یاسین شرف سعید، در کجایی ترسانچک؟ تو جایی گریز نداری سعید. این جنگل برای تو مزار می شود. صدای یاسین است. یاسین! سعید!
از یکدیگر جدا نشوید. اگر دستگیر نکنیم امین را یافتن نمیتوانیم. خاطر نشوید خانم فریده، او را دستگیر میکنیم. یاسین او را یا بیسرم. صدای شرف است. از این طرف می آید. یاسین خدایا چی شد؟ یاسین شرف خوب هستی؟ شرف افتیدم. آقای شرف، آقای شرف، بیا جانم. آهسته آهسته. شرف چی شد؟ باید رد خورد. بیا جانکم. پایم را ماندن نمیتوانم. منش شما روید، من او را میبرم. بیا. رفتیم فریده خانم. خیز جانم خیز. خوب هستی؟ خوبم. بیا به نزد ماشین رویم. باید اول سعید را دستگیر کنم. یاسین هم نماید گم شد. یاسین، اگر منو شنوی صدایت را دارم. یاسین! سعید، دیگر نگوید، بهترش در جایت ایست. چرا زود میابند سعید؟ اگر بخری زمین هم در روی گروه میابند سعیدی سگ. این یاسین است. از این طرف میآید. تو یاریدی نه؟ پیسری شیرم او را دستگیر کرد. شرف ایستو، میافتی ایستو. سعید! یاسین! صدایش رو شنیدید؟ ولی همون خودشون نیستن. این باید لولی سعید است. یاسین سعید را پیدا کرده است. خانه را یافتم. حالا در نزدش هستم. کسی نمی نماید. خوب فما. سردارم نادرست نفهمید، اما این کار را شما میبینید؟ بله میبینم. پرونده هم به آخر رسیده است. کمی پیشتر خبرم دادن، مرا پس خواندند. خیلی خرسند شدم سردارم. خوش آمدید. من با عائله اشان صحبت کنم.
نتیجه تشخیص معلوم شد. در کردخونی امینه است. تنها اونه. سعید هم زخم برداشته است. بچه ها خانه را کفتند. معلوم شد که در خانه جنجال کلان شده است. با دخترم چیکار کرده است؟ آخر خیلی خورد است. چطور چنین کارا کرده است؟ او چه خیلی انسان است. وجدان ندارد مگر او را کدام پدر و مادر تربیه کرده است؟ با آن کار سرش را میگیرم، دست و پایش را ریزه میکنم. آقای شرف، التماس با این سخنانتان دیگران را بیشتر به غضب نآورید. مقصد اساسی امام سعید را یافتن است. جای امینه را تنها او میداند. بنابراین باید کمی آرام شوید. خیلی بوده است. خبرت به تو پیشتن آمد؟ از من چی میخوایی؟ تو حالا هم نمیدونی که از تو چی میخوام. اول عقلت رو به سرت درارم، بعد میگویم. اینجا بیا. قبلا ما قسم رو حتما از تو میگیرم، میفهمی؟ میگیرم. این ناممکن است. تو رو در اینجا میگورانم. برای همین حالا به من زود بگو که امینه در کجاست؟ نمیدونم، هیچ چیز رو نمیدونم. ابله چخیل نمیدونید؟ مگر هر دویتون در آن خانه نبودید؟ از من جون طلب کرد، با آنجا بردم. ناگهان با من هجوم کرد، ما را زخمی کرد. غریب میخورد و زور نجات یافتم. تو ما رو احمق میکنی ها؟ ابله یک به خودت نگاه کن. مگر زوری امینه به تو میرسد؟ ها؟ چیکار کردی؟ گپ زن. او رو در کجا پنهان کردی؟ گپ زن. با کجا بردی؟ او رو با کجا بردی میگویم؟ ها؟ یا اینکه او رو کشتی؟ ها؟ گپ زن. او رو کشتی؟ دکتر همین است؟ دخترم رو به نزد تو آوردن. جوش رو میدانی، رو دیدی. سعید دخترم رو به کجا برد؟ گپ زن. امیر، او را به درون دارم. گپ زن. فرید خانم، التماس آرام شوید. در درون همه‌اش را از او میپرسم، حتی بر زیاد میپرسم. شما جغ نشوید. التماس. بوز در غم جان و قصاب در غم چربو.
با این حریف چه گپ زدید؟ ها؟ تو با اینجا برای دخترت نآمدی؟ شرف بس کن، خودم بعضی ایستادم. حالا تو مرا نشناخته ای. آن حریف را نیست میکنم. در اینجا آدم بر این دخترت را انتظار شد. دیگر با چشم آن پلید نگاه نکن. اینش از حد گذشت، من میروم. با کجا میروی؟ دخترم مگر به تو لازمه؟ شرف کار را حل کردم. خواطر نشوید. خواطر نشوید. کسی ندید. مایلش. از تو آخران بار میپرسم، خواهرم امینه در کجاست؟ 100 بار گویم نمیدونم آخر. گفتم که نمیفهمی. بسیار خوب، معلوم است که تو گپ را نمیفهمی. چی کار میکنی؟ از تو میپرسم چی کار میکنی؟ من هیکلت را میسازم ابله. هیکل زنده ای تو را. در زیرش مینویسم که نمونه ای بی‌شرفی کسی گذرد برایت توف میکند. فهمم. یگان چیز فهمیدید؟ عملیات نگذرانیده است. پول را گرفته او را تنها بیهوش کرده است. خیر یگان چیز دیگر نگفت همین قدر؟ گپ زنید، التماس گپ زنید. معلوم می شود که سعید تنها از کودک نه بلکه از امینه هم خلاص شدن می‌خواسته است. حتی بار اول این را به دختر پیشنهاد کرده است. یعنی آن ابله خیلی خطرناک است. دکتر درباره‌اش بعضی چیزها را گفت. به فکرم با قاچاق عضوهای انسان هم رابطه دارد. یاسین تو دیوانه شده ای. چند بار گفتم آخر من جوی همینه رو نمیدونم. چرا باور نمیکنی؟ یاسین گوش کن آخر با تو میگم. یاسین گوش نمیکنم. تو اما دروغ گویی، به تو باور نمیکنم. یاسین اگر از اینجا خلاص شوم روزت رو سیاه میکنم. یاسین سرده مرا. سرده آخر شد بس. تو وجدان داری یاسین؟ سرده یاسین. تو وجدان را از کجا میدونی ابله؟ دهانت را پوش وگرنه با این خاک پر میکنم. یاسین بس سرده روم التماس یاسین.
اگر با امینه یگان کار کرده باشد این دفعه طاقت کرده نمیتوانم میمیرم نترس فریده، اینقدر وحشی بودن نمیتواند. ما چندین ماه یک جا بودیم، روبرو میزدیم. نباید چنین کارا کند، خواطر نشود. یاسین نبردم بس یاسین بس میگویم یاسین بس است سرده منو یاسین سرده یاسین بس یاسین بس کن سرده منو یاسین ابله گوش کن اگر باز سفسته گویی نه این دفعه راستش را میگویم اینه گپ زن زود باش گپ زن بعد تو من رو سر میدی من شرط نگذار گپ زن مهرش شد امینه با کرد به من هجوم کرد من باشم تو رو تلا دادم امینه آفتی آخر برای محافظت خودم یاردم کردم امینه چیکار میکنی؟ دیوانگی نکن کارد را پرتاش شد آرام شد بیا صحبت میکنم بیا مرا محو کردی حیاتم را سوزاندی جواب میدی برای این کار جواب میدی کنی کوزن کنی خس خواهرم مرد امینه مرد گپ زن خواهرم رو به کجا بردی گپ زن او رو چیکار کردی گپ زن یاسی با خدا نخواست شد با فکرم روشش رفت نمیدونم اما من او رو در آنجا نموندم یاسی با بیمارخانه میبردم
سگی لعنتی، من خودم دیدم. امینه همراهت نبود. گریختن میخواستی ها؟ با خدا نمیگریختم، با خدا نمیگریختم یاسین. من او رو همراهم بردم. دروغ نگوی. امینه در کجاست؟ در باغوش. امینه رو در باغوش پنهان در کردم. باغوش گفتی؟ هیچ کس نبیند گفته او رو در آنجا پنهان کردم. ترسیدم یاسین، سخت ترسیدم. صبر کن. حاضر میفهمم. حقیقت رو میفهمی. خدا گوی که امینه رو یابند وگرنه احوالات از این هم بدتر میشه. خودت رو بیچاره نشانه ده. همش عیب توست. مادامی که سرشته کردن نمیتوانی چرا همراهت گرفتی؟ با دستانی خودت او را با آتش انداختی. همراهی پدرش می ایستاد خوب بود، اما نه، تو به خوشبختی شرف حسد. مادر تو گپ نزن. پسرت باشد در قعر جهنم است، در آتش دوزخ می سوزد. با همش جگری من می سوزد. کمی پیشتر یاسین زنگ زد. سعید در دستش است. به گمانم هست. در کجا بوده است؟ دخترم خوب است؟ زنده است؟ در باغاج. در باغاج ماشینش بوده است. چطور؟ برای چی در باغوج بوده است؟ از هوش رفته است. نه این ناممکن است. او دروغ میگوید. ما در آنجا بودیم. اگر راست میبود ما رو شنیده صدا میبرآورد. امینه نجات دهید میگفت. دروغ است. او دروغ میگوید. خانم فریده، تنها یک راه داریم. باید رفع آن ماشین را از نظر گذرانیم. خودتان را به دست گیرید، التماس. مادر شما با تاکسی نشسته به خانه روید. من با شما زنگ میزنم. مایلش پسرم. من هم با شما میروم. یاسین، یاسین، التماس نکن. یاسین التماس بس کن. خدا گوی که خواهرم را یابم وگرنه تو را زنده به زنده گور میکنم. یک لحظه ایست. اکای قهرمان زنگ میزند. شاید به سری گورت گل فرستد. لابا اکا، تو در کجایی؟ اکا من یاسینم. سعید در دستم است. اکا نجات ده اکا، این ابله ما رو میکشد اکا. یاسین است. تو این کار را حالا هم حل نکرده ای؟ اکا هنوز امینه رو نیافته ایم. این ما رو فریب میدیم. تا او رو نیابم این نمیمیرد. چرا جای دختر رو نمیگوید؟ در باغوج است، از هوش رفته است میگوید، اما من باور نمیکنم. اکا حاضر خبر رو انتظارم. اگر به من دروغ گفته باشد فوراً جامش رو میگیرم. انا همین که نگذار گپ را دراز کند. نیست و نابودش کن. پسرم، من همیشه در پس دستم. تشکر اکا. اکا مرا به یک حولی آورد اکا. اینجا کجاست؟ اینجا جهنم است لعنتی و من شاگردی از رویلم. اکای قهرمان در پشت من است. او همش رو میدوند. حاضرم آدمانش رو فرستاده مرا نجات میدهد. تو رو فریب میدهد جورا جان. او از همه خبر دارد. برای همین او رو نیست و نابود کن گفت. یگان صدا نشنیدید؟ یگان تق تق. این رو شب آوردن، من نه آمدم. کلید را ده. محمد
خدا را شکر. زنده است، زنده. این خون است. از آن امینه بودنش را نمیدانم. من به تشخیص میفرستم. لبی منش ما هم حاضر میرویم. جای یاسین را یافتند. باید زود رفته سعید را نجات دهیم. جای امینه را تنها او میداند. خانم فریده، اگر یاسین زنگ زند گوید که امینه را یافته به بیمارخانه بردیم. کمی وقت را باید کشال دهیم. چه خیلی دروغ گویم؟ او به من باور نمی کند. کاری کنید که باور کند. اگر لازم آید دروغ گویید. حیات دخترتان از او وابسته است. خطای خرد یاسین میتواند به امینه ضرر رساند. درست شد دخترم. اینها کجا شدند؟ فریده باید حتما زنگ زده خبردارم میکرد. یاسین هم جواب نمیدهد. به فکرم این مسئله امینه از حد گذشت. از اول سرشان را در بلا گذاشته بود این دختر. او دوست یاسین است. من او را میشناسم. ببخشید. سلام. 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 مرا ببخشید، نامتان را فراموش کردم. مرا شناخته؟ چی میسرم؟ بله شناختم. درباره یاسین پرسیدن میخواستم. شما او را ندیدید؟ من هم به نزدش میرفتم. مگر او نیست؟ نیستند پسرم، نیستند. 2 روز باز از آنها خبری نیست. کسی اونها رو ندیده است؟ امینه رو میشناسی؟ خواهر یاسین را میشناسی؟ بله میشناسم. خیلی دلم به او سوخت. بخیر است؟ چی شده است؟ 2 روز پیش از خانه گریخته است. مادرش، پدرش، یاسین همه او را میکوبند. تو چه ها میگویی؟ خلاص گفتم تو جناب سعید. تو خدا گو که امینه رو یابند. من حاضر زنگ میزنم. اگر امینه در باغاش باشد، زنده باشد، به خودم وعده دادم که تو را هیچ گونه عذاب ندادم، آسانک جانت رو میگیرم. اما اگر امینه در آنجا نباشد، یعنی زنده نباشد، روزت خیلی بد میشه. یاسین زنگ میزند. همانطوری که گفتم خانم فریده، نجات یافتن امینه از شما وابسته است. باید باور کند. پسرم. مادر، امینه رو یافتید؟ در ماشین بوده است. او زنده است؟ یافتیم پسرم، یافتیم. او زنده است. مادر التماس راستش رو گویید. راستش رو گفتم پسرم. پس چرا گریه میکنید؟ نه من خوبم. خیر تلفن رو به او دهید، با او گپ زنم. با امینه صحبت کردن میخواد. یگان چیز گوی فریده، در بیمارخانه است گوی. مادر مرا میشنوید؟ بله بله پسرم. ما حالا در بیمارخانه ایم. احوال امینه خوب است. دکتر حاضر رو معاینه دارد. ما باشیم در بیرون انتظاریم. دروغ میگویید مادر. شما به من دروغ میگویید. راست میگویم پسرم، راست میگویم. نباشد قسم خورید. پسرم من یگان بار به شما دروغ گفتم. من شما رو چطور تربیه کردم؟ فراموش کردی؟ نگفته بودم که دروغ چه ضرر دارد؟ مگر من دروغ میگویم؟ هیچگاه چون این کار رو نمیکنم. با من باور کن پسرم. من راست میگویم، راست میگویم. امینه خوب است. ما در بیمارخانه ایم. تو هم پسرم بیا با آن ابله دست نرسان. به خانه بیا. نه مادر، این کاری خیلی آسان نیست. این بی‌شرف حتما جزایش را میگیره. این کار رو من بی جواب نمیمانم. دلی مادران دیگر غم را نبیند گفته این کار رو میکنم. یاسین التماس از برای خدا دستت را با خون آلوده نکن. آدمی بد رو حوالش به خدا. چی تمام عمر انتظار شوم؟ روز قیامت رو انتظار شوم؟ پسرم همیشه بعدی کار از کار گذاشتن پشیمان میشوی. بعد قسم خوردن و وعده دادن چی سود ها؟ نکن. آخر در شعبه پلیس با من چی وعده دادی ها؟ قسم خوردی، وعده دادی، از همین روز اعتبارم گفتی، آن روز اصلا تکرار نمیشود گفتی. حالا همش در دستی خودت. حالا اگر خواهی میتوانی حیات نو را آغاز کنی پسرم. نکن التماس.
نیکی و بدی در چنین حالت از هم جدا می شوند. التماس پسرم مرا غمگین نکن، مرا گوش کن. الو الو یاسین، الو. خاموش کرد. یافتند؟ زنده بود است؟ یافتند کو؟ باز چرا عذابم میدی؟ برای آنکه تو یک آدمی بیشرف و لعینی. یاسین اینو گیر، نفسم تنگ شد. چی کار میکنی؟ من به تو وعده دادم که اگر راست گفته باشی، اگر فریب نکرده باشی، تو را زیاد عذاب نداده آسانکک میکشم. نکن. آن روز اصلا تکرار نمی شود گفتی. حالا همش در دست خود است. حالا اگر خواهی میتوانی حیات نو را آغاز کنی پسرم. نکن التماس. نیکی و بدی در چنین حالت از هم جدا می شوند. التماس پسرم مرا غمگین نکن، مرا گوش کن. این چی بلا است بسر پسر من؟ ای خدا جان، این طرف دو، آن طرف دو. کشو کشو. خانم نباهت مرحبا. چرا درو دیر میکشایی ها؟ 2 روز مرا دور دیدم، میدان رو خالی فکر کردید. توبه کردم خدایا. افسون در کجاست؟ در کجاست افسون؟ آن کس بندند، با تلفن صحبت دارند. شما به این طرف گذارید. گوش کن تو، مرا به این طرف گذر گفته احمق میکنی. مگر خانه پسرم نیست؟ خواهم به مهمان خانه میدرویم، خواهم به آشخانه، خواهم به دیرون میروم. اما خانم افسون گفتن که چی گفت خانم افسون؟ به اجازتی من به خانه ندرویم گفتن. در دوام هفته امضای آقای شرف را میگیریم. نه، در دوام هفته نه. میخواهم پگاه شود. شاید شرف این را قبول نکند، اما شما کمی اصرار کنید. خانم افسون این را میخواهد گوید. میلش خانم ادوکات. خوب شده از خانم افسون. میلش، تشکر. خوش آمدید خانم نباهت. مرحمت گذارید. میتوانی روی. چه حال داری؟ خواطر شده به نزدت آمدم. خوب هستی؟ چنانه که میبینید خیلی خوبم. بهوده زحمت کشیدید. خب خدا را شکر. در زینه پای صدایت رو شنیدم. با ادوکات گپ میزدی، درست شنیدم؟ یا اینکه به گوشم همین خبر رسید نمیدانم. پنهان نکنید خانم نباهت. میدانم که شنیدید. من هم پنهان نمیکنم. کمی پیشتر با ادوکات گپ زدم. عریضه جدا شویمون را آماده میکند. هر چی زودتر جدا شویم بهتر. به شرف عیناً همین تگوید. میلش حالا باشد کمی استراحت کردن میخواهم. فاطمه، خانم نباهت را گوسه کن. خوب شده است. افسون دخترم، شرف تو رو خیلی دوست می‌دارد. به همش فریده گناهگار است. کودک ها را به بین در آورد. شرف میگوید که من بی افسون زندگی کردن نمیتوانم. التماس گپ رو دراز نکنید خانم نباهت. تو امروز میدیدم چقدر به فایده خودتون دروغ میگفتید، اما من اکنون فهمیدم شرف بی فریده زندگی کردن نمیتواند. این را شما هم میدونید.
خون در باغاش بوده از امینه است. معلوم میشود که سعید راست گفته است. خیر دخترم در کجاست؟ شاید که از دستش گریخته در یگان جای پنهان شده. اگر چنین میشد او به خانه میرفت. شاید که میترسد. همه اینها تخمینند. تنها سعید راستش را میداند. کاش یاسین راضی میشد. اگر با سعید یگان کاری کند جای امینه را اصلا نمییابد. لبه 64 خبر همه‌اش را از نظر گذرانید. فهمیدم. امروز در 1 ساعت به مرکز 64 خبر آمد. جای امینه را خبر داده، اما عجایبش آن است که همه سراغها دروغین بوده. این چی معنی دارد؟ یعنی سعید تنها نیست، نفری همه این کار را نظارت میکند. خانم پناه، جایت خیلی خوب است. خواب رو. آخر از این دیده جای بهتره نیست. میخوایی به تو خبر را دهم. یک زبانی هست که بجز هر دوی امان دیگر کسی آن را نمیفهمد. تو گپ نزنی هم من تو را میفهمم. من هم گپ نزده تو نیز زود پای میبری. یعنی هر دوی دیگر را میفهمیم. باز چی میخواهی؟ وقتی داروگذرانی رسید آخر او دارو می نوشید کو؟ دیروز داروها رو پنهان کرده است. روی همین این خیلی دارو میگذرونیم. آن همینجاست. خدا رو شکر که یاسین هیچ کار نکرده است. کجاست دخترم؟ قبزن نباشد میکشم. در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ آقای شرف آرام شوید. من جایش رو گفتم کو. شرف خوب هستی؟ دروغ نگوی. دخترم در کجاست؟ قبزن. هیچ کار نکردم. در باغاج بود. دروغ نگوی. در آنجا نیست. او را یافتم گفت کو. پسرم قاتل نشود گفته. دروغ گفتم. تو این را میفهمی؟ امیر او را برید. خوب شده است. یاسین همه تان کجا شدید سر؟ امینه گم شده است. او را یافتیم. حاضر می آیند. آنها در راه. حاضر همه هاشون یک جای می آیند. خدا را شکر. خیر بیا با درون در آمده آنها را انتظار می شود. رفتم. من چی میگویم؟ چی جواب میدهم به پسرم؟ اگر فهمد باز به کوچه برآمده یگان بلا رو به سرش میآورد. دروغم رو هم میفهمد. از باوریش میبرایم. دیگر باور نمیکند. تو زیر نشو. من با او همه‌اش را میفهمم. انا همین خلاکه. خیر سعید چی شد؟ من آن پلید را کشتنی بودم، اما سخنهای مادرم پیش رویم آمد. گفتم هیچ نباشد یک بار گپی مادرم را گوش کنم. نقص کرده. در امینه برایشان بس است. بسیار کاری خوب کرده. درست. اینها کجا شدند؟ خدایا زودتر امینه را صحت و سلامت بیارند. باور کنید یک کلمه هم به او نمیگویم. سلامت باشد بس است.
شرف لبای مادر چرا به من زنگ نزدی؟ هیچ چیز نیفتیم. انا برای همین. بیا با تو گپ دارم. مادر حالا وقتی این گپا نیست. خیلی مهم است. بیا گفتم. تو رو فریده من میایم. چی شده است مادر؟ به نزد افسون رفتم. خواستم کمی او رو تسلی دهم. آخر از شوبه با قهر برآمده رفت. با قهر. خیر؟ رفته بینم با ادوکات گپ میزند. عریضه نوشته است. پسرم میفهمی؟ همسرت از تو جدا میشود. جدا میشود. چی کار کنم مادر؟ جدا شدن خواهد جدا شود. دردم برایم بس است. دست و پایش را زنجیربند کنم. یعنی برایت مهم نیست ها؟ با خدا که مهم نیست مادر. حالا برایم از همه مهم دخترم است. دیگر پروای کسی را ندارم. مادر گپ زنید آخه. امینه در کجاست؟ یاسین ایستا پسرم زود داد و فریاد نکن. مگر شما به من نگفتید امینه حالا همراه هم است. حاضر به خانه میرویم. تو رفته ما رو اینجا انتظار شو. دروغ گفتید مادر؟ بله دروغ گفتید. دروغ گفت. دروغ گفت. باید چیکار میکرد؟ امینه نیست. باز تو به حبسخانه میروی. چیکار کنیم پسرم؟ از غم شما فرزندان بمیریم. چرا اینطور کردید مادر؟ به من دروغ گفتید و اون ابله رو نجات دادید. اون ابلهی که حیات دخترتان رو سوزاند. پسرم من برای تو را از کاری بد نگاه داشتم دروغ گفتم. کاری خوب نکردید مادر. شما به من دروغ گفتید. درست همه دروغ میگویند اما شما باید نمیگفتید. شما چگونه مادر هستید؟ پسرم ایستا. پسرم به کجا؟ من رود. کمی آرام میشود. وقتش رسد خودش به قدر نیکیت میرسد. صدا از این قوطی. این قوطی چی؟ در بالایش نام نوشته شده است. یاسین در این باره اون چیز گفت؟ نه هیچ چیز نگفت. حاضر میفهمم. گوش میکنم. فریده رو جزم. تو چی میگویی؟ تو کیستی؟ اگر امینه رو یافتن خواهی فریده رو جزم. امینه؟ الو. تا حال دخترت رو نیافتی؟ شما کیستید؟ یک دوست شما. ما رو میشناسید. در کجا بودن دخترم رو میدونید؟ برای همین زنگ زدم. مایلش جایش رو گوید در کجاست؟ در کوچه مرکزی مهمانخانه لیلا حجره 215. دختر در اونجاست. نیکم رو فراموش نکن. شما راست میگویید. این تلفن رو همراه هر کیه لازم میشود.